سلام رفقا، امیدوارم که دلتون همیشه خوب باشه. ملا هستم با جلسه دوم یادگیری زبان بررسی پایتون در خدمتتون هستم. مباحثی که حالا قراره این جلسه هم کار کنیم راجع به آیدی ها و کد ادیتور حرف بزنیم، این که چه ادیتوری بهتر نصب کنیم و اینجور حرفا. توی داخل خود پایتون یه مقدار وارد مبحث بحث شیرین استرینگ ها میشیم، راجع به دیتا تایپ استرینگ یه مقدار عمیق‌تر یاد میگیریم، استرینگ متد ها رو کار میکنیم. اگر رسیدیم آخرش حالا راجع به ایمپورت کردن مدول های مختلف هم توی پایتون فقط حرف بزنیم، حالا اگه تونستیم مثال هم میزنیم و فقط حرف بزنیم که ایمپورت کردن مدول ها چجوری هستش، دیگه عالی میشه. اوکی، خب کم کم شروع کنیم. جلسه قبلی گفتیم دیگه اومدیم به وبسایت python.org یه سر زدیم، گفتم که حالا واسه سیستم خودتون اگه ویندوز هستین خواستین نصبش کنین، اون تیک اد پایتون تو پت رو حتما بزنین که جز سیستم وریبل هاتون بیاد. توی ترمینال خودمون یه مقداری حالا با دیتا تایپ ها کار کردیم. اینجا کاماند پایتون رو وارد می‌کنیم و وارد اینترپرتر خودمون شدیم. گفتیم اینجا حالت کد ها حالت اجرایی دارن و من هر چیزی اینجا بنویسم بازگشتش به من داده میشه و اینکه حالا چجوری میتونیم انواع دیتا تایپ های مختلف رو تعریف بکنیم و تعریف متغیر هم آخرش رو کار کردیم تا حد نسبتا خوبی حالا جلو رفتیم. این جلسه یکم دیر شد حالا چون من یکم پروژه داشتم سمت خودم و سمت شخصی خودم خیلی درگیر بودم و واقعا زدم شرمنده‌ام، سعی می‌کنم دیگه چیزی پیش نیاد. اوکی، خب حالا ما دیگه قاعدتاً با ترمینال کارمون تموم شده و نیاز به ادیتور داریم، خب که کد هامون رو اونجا بنویسیم، در از فایل اجرا کنیم و فایل هامون رو اجرا کنیم. حالا جدا بهتون میگم من کد ادیتورهای خیلی زیادی هستن توی بخش دیولپمنت، خب مثل وی اس کد که حالا من خودم ازش استفاده میکنم، ویژوال استودیو معمولی که بازم هستش، نت بینز، پایچارم و اتم و اتسترا که دیگه واقعا خیلی زیادن. شخصا خودم بهتون یعنی اینجوری بگم که ادیتور یکی، وی اس کد هم یکی. اوکی، شخصا بهتون وی اس کد رو پیشنهاد میکنم. یه سر به وبسایت code.visualstudio.com میزنین و ادیتور ویژوال استودیو کد رو اگه دوست داشتین میتونین حالا با من پیش بریم، ولی خب ترجیحاً بهتون میگم من خودم شخصا دوست ندارم اپلیکیشن خیلی سنگین روی سیستم خودم نصب کنم که بخواد سنگین بشه، که حالا جلوتر به حرفی هم راجع به میزنم. ولی کلا اگه خواستین ادیتور نصب کنین و بار اولتون هم هستش که دارین کار رو دارین کد زدن رو شروع میکنین، بهتره که از ویژوال استودیو کد شروع کنیم. چرا؟ چون تو طول دوره هم من شخصا دوستم همیشه دست به کیبورد قوی باشه، زیاد دست به موس نزنم، تا جایی که میتونم حالا از شورتکی ها استفاده میکنم. اگر بلد بودم که حالا تو طول دوره شورتکی ها رو سعی میکنم بلند بگم که حالا شما هم اگه دوست داشتین یاد بگیرین که از شورتکی استفاده کنید، زیاد دست به موس نزنین. خب گفتم دیگه یه سر وبسایت code.visualstudio.com میزنین. اینجا حالا پکیج .dev و .rpm آورده، چون من لینوکس بیس هستم. شما قاعدتا با ویندوز اگه بیان فکر کنم پکیج نصبی خود ویندوزشو بیاره و همین بس. ما کد ادیتورایی که بچه‌ها استفاده می‌کنیم قاعدتا بعضیشون نیاز به لایسنس دارن، بعضیشون نیاز به لایسنس ندارن. مثلا همین وی اس کد که گفتم ادیتور قاعدتا ادیتور فری هستش، ولی کد ادیتور دیگه هم داریم که حالا مطمئنا اسمش هم شنیدین، ادیتور ویژوال استودیو هستش که حالا اگه بالا بیاد. آره خب من اینجا یه وی پی ام بزنم. آره خب کد ادیتور ویژوال استودیو اگه دقت کنید بچه‌ها کراس پلتفرم نیستش، فقط واسه ویندوز هستش. خب کد ادیتور بسیار خوبی هستش، ولی از اونجایی که 40-50 گیگه و نیاز به لایسنس هم داره، حتی لایسنس رو خب قاعدتا میتونید از وبسایت‌های دیگه مثلا وقتی دانلود بکنیم میتونید حالا اون قسمتشو اوکی کنید، ولی کلا بحث لایسنسش که به کنار، ولی از اونجایی که واقعا سنگین هستش و فقط واسه ویندوز هستش اینو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. ولی بازم واسه سی شارپ کارها من شنیدم، حالا زیاد وارد اون بحث نشم، کلا اگر دوست داشتین میتونین حالا با ویژوال استودیو هم کار کنید، زیاد فرقی نداره که دیگه اینجا خود ویژوال استودیو کد رو هم گذاشته واسه ویندوز و مک او اس و اگه دقت کنید اینجا هم واسه فقط ویندوز هستش، اینجا هم واسه انواع چیزا هستش، واسه خود انواع پلتفرم های انواع سیستم ها هستش. بعد اینکه ویژوال استودیو کد یا هم وی اس کد رو بچه‌ها نصب کردیم، وارد محیط یعنی بازش می‌کنیم که بخوایم وارد محیطش بشیم. خب قاعدتا شما وقتی اول بازش می‌کنین چنین صفحه واسهتون نداره. اولین کاری که باید بکنین یه انتخاب کردن یه پوشه هستش واسش که حالا شما بخواید داخل اون فایلاتون بریزین. اوکی من جایی کم بزرگش بکنم، فکر کنم در این حد اوکیه، نمیدونم. آره فکر کنم الان بهتره. خب
از قسمت نوار سمت چپ هم میتونین کار کنین، یا میتونین کنترل رو نگه دارین، کنترل یه بار نگه دارین روی کی و او که بزنین. خب به اصطلاح ازتون یه دایرکتوری و پوشه میخواد که من این کدایی که میخوای بنویسی، این فایلی که میخوای بنویسی رو من کجا بذارم. حالا من کنترل شیفت ای رو که بزنم وارد خود اکسپلوررتون میشه. اینجا این پایین ازتون باید بخواد که به من یه پوشه بده واسه انتخاب کردن کد، مکان کد بهتر بگم. اوکی. پسوند دات پای رو وقتی بهش میگن، حالا به این دات پای دات دی زیاد دقت نکنید، یه چیز دیگه هستش. ولی خب یه فایل ایجاد بکنیم با هر فایلی که دوست داشتین با کلیدی که اینجا هستش. پسوند دات پای رو بهش بدین که فایل به صورت پایتون شناسایی بشه، که حالا اگه واسهتون این آرم پایتون هم نمیاد جلوتر بهتون میگم که چیکار کنیم. ولی کلا از اینجا فایل بسازین. توی این قسمت قرار میگیره واسهتون که حالا هر پوشه که هستش، من پوشم اسمش کد گذاشتم و یه فایل اپ دات پای که اینجا هم واسه من باز هستش واسهتون باز میشه. اوکی. قدم بعدیتون، حالا قبل اینکه بخوایم خود کد نویسی رو شروع بکنیم، یه توضیحات کلی من بهتون بدم از اینکه حالا وی اس کد حالا این چیزی که من بلدم. خب از نوار سمت چپ این پوشه اکسپلوررتون هستش، مکانی که حالا شما فایلاتون میتونید مدیریت بکنید. در اصل حالا همون اکسپلورر خود ویندوز رو داره که توی فایل های خودتون میتونید بگردین و هر چی میخواین رو پیدا بکنید. سرچ داره اینجا. خب که حالا الان من چیزی اینجا ننوشتم، یا با هم کنترل اف هم میتونید اینجا بازش بکنیم تب سرچ رو که بخوایم ریپلیس هم بکنیم. ولی خب زیاد با این کاری نداریم. تب سورس کنترل فعلا کاری نداریم. رانن دیباگ کردن کداتون هستش. فعلا با این هم کاری نداریم. فقط در حال حاضر با تب اکسپلورر کار داریم و تب اکستنشنز. خب فقط در حد اسم بدونید که این واسه دیباگ کردن هستش، این واسه سرچ هستش. سورس کد رو فعلا کاری نداریم چون گیت رو من حالا نصبش ندارم روی سیستم آمدم. اوکی. خب از تب اکستنشنز یا کنترل شیفت ای رو که بزنین، ببخشید کنترل شیفت ایکس رو که بزنین اشتباه شد، توی تب اکستنشن یا اکستنشن هاتون یا همون افزونه هاتون که بیاین نکنین وی اس کد یه ایتور خیلی خام هستش، مثل خود ویژوال استودیو معمولی نمیاد تمام زبان ها رو همون اول واسهتون نصب کنه، فریم ورک ها رو نصب کنه. حتی موقع نصب ازتون میپرسه من چی رو نصب کنم. اوکی. ولی کلا یه ایتور نسبتا خامی هستش. شما واسه اینکه بخواید از پایتون توی مثلا حالا هر زبانی البته خب بخواید توی اون استفاده بکنیم، باید افزونه‌های مخصوص خودش رو نصب بکنیم. پس توی افزونه‌ها من سرچ می‌کنم پایتون. ممکنه اینجا واسهتون نیاد. حالا من اینجا ناکام وی پی ان وی پی ان هم وصل. خب ممکنه واسه شما این افزونه رو نیاره حالا چون وی پی ان ندارین. اگر نیورد یه ترمیم شکن چیزی بزنین 2 دقیقه کارتون حل بشه. اوکی. خب همون افزونه اول که توسط خود مایکروسافت هم هستش، پایتون رو من روش میزنم. با نصب کردن این افزونه شما قادر میشین، حتی قادر که هستین ولی خب قادر میشین از اتو کامپلیشن و فیچرهای قابلیت‌های دیگه خود پایتون هم داخل وی اس کد استفاده بکنید. با نصب کردن افزونه‌های یعنی زیر مجموعه‌های اونم نصب کنید، مثل پایلنس و پایتون دیباگر. اگه شما فرمت لینتر رو هم واسهتون نصب می‌کنید که واسه دیباگ کردن، حالا دیباگ تور داره لینتر. ولی کلا اگر خواستین توی قسمت اکستنشن هاتون اکستنشن پایتون رو اول اصلا سرچش بکنیم و نصبش کنیم. من اینجا یه نکته بگم خدمتتون، موقع نصب کردنش، حالا اینجا من چون از اول دارمش دیگه نصبش نمی‌کنم، روی اینستال بزنیم اوکی میشه. من یه نکته بگم خدمتتون، خواهشاً تا جایی که میتونین از نصب کردن افزونه‌های اضافی واسه ادیتور خودتون تا جایی که میتونین دوری بکنین، چون ادیتور اول سنگین میشه و میگم افزونه‌ای که مورد نیازتون نمیشه ترجیحاً حالا یا اصلا پاک بکنین یا عرضم به خدمتتون که کلا نصبشون نکنین بهتر. خب بعد اینکه افزونه پایتون رو نصب کردین، قدم بعدی ما یه مقدار شخصی سازی کردن ادیتور خودمونه. حالا شخصا خودم با رنگای لایت زیاد، رنگای روشن زیاد رابطه خوبی ندارم. هرچی دارکتر باشه بهتر باشه، ولی زیاد هم دیگه دارک نباشه که آدم دیگه دلش بگیره. شما کنترل شیفت پی رو که نگه دارین، اینجا میتونین کامنت های خودتون رو بزنین، حالا هر کامنتی که دوست داشتین. مثلا اونجا هم اوپن ستینگ هستش، یو آی ستینگتون رو واسهتون باز میکنه که حالا اگه دوست داشتین میتونین اینجا بریم بگردین. فونت هستش، فرمتینگ هستش که حالا میگم بحثای خیلی زیادی هستش. میتونین ستینگ وی اس کد خودتون رو بالا پایین بکنیم، یا اگه اشتباه نکنم شورت کی رو شورت کیا کجا بودن خدایم، اوپن کیبورد شورت کاتس خودش. آره میتونین بیاین مثلا تو این صفحه اوپن کیبورد شورت کاتس یه سرچ بزنین.
بحث شورت کیات رو میتونین بالا پایین بکنین. حالا مثلا دوست داشتین دو تا کلید مثلا کنترل فلان عدد فلان حرف رو که بزنین چه اتفاقی بیفته. مثلا اینجا خودم شخصا یه چند تاشو دستکاری کردم که حالا تو طول دوره هم بهتون میگم چرا. ولی کلا حالا فعلا اگه دوست داشتین به این صفحه دست نزنید تا جایی که میتونین، حالا بهتون میگم. ولی اگه خواستین دست بزنین یه بکاپ ازش بگیرین ترجیحاً. اوکی. خب من این دو تا رو ببندم. من کنترل شیفت پی رو میزنم، بخش کامنت های من باز میشه. اینجا میتونم کامنت هایی که دوست دارم رو بزنم. اولین کامنتی که میزنیم با هم دیگه کالر تیم هستش که اینجا واسه من آوردش. اگه واسهتون نیورد کالر تیم رو کامل سرچ کنید و یه اینتر بزنید اوکی. اینجا میتونید تم وی اس کد خودتون یا همون ادیتور خودتون رو انتخاب بکنید. من از بالا شروع میکنم، مثلا تم های لایت چشم درد گرفت خدا وکیلی. تم های لایت هستن، لایت مدرن هستن، لایت پلاس هستش، کوایت لایت و خب حالا ادامهش. اگه میتونید تم های دارک هم اینجا هستن که دوست داشتین میتونید استفاده بکنین. من خودم شخصا از تم الکترون اینجا استفاده میکنم. پایینش هم نگاه بزنم، تا حالا پایینش نگاه ننداختم خودم. ولی واقعا این مثلا کسی از این استفاده میکنه دیگه یه مقداری مشکل داره فکر کنم. اوکی. شخصا خودم از تم الکترون استفاده میکنم. این به صورت دیفالت توی ایتور شما نصب نیستش. توی همین تب اکستنشن هاتون، حالا من این پایینم دارم، یه سرچ بکنی الکترون، اگه بالا بیاد حالا خوبه. من آره یه کالر تیم الکترون هستش که اینجا میتونید خودتون واسه خودتون نصبش بکنین. به صورت دیفالت توی ادیتور شما وجود نداره. خب این از این. یه موردی که می‌خواستم بهتون بگم دیگه چی بود؟ متریال آیکون تیمز هم باید بهتره که حالا اینجا اگه دوست داشتین نصبش بکنین. همون دقیقاً بحث داستان چیزه. داستان مثلا یه فایل بخوام اینجا اضافه بکنم، مثلا می‌نویسم main. حالا هر پسوندی که بهش بدم، مثلا cpp واسه فایل سی پلاس پلاس، این آیکونی که اینجا تغییر میکنه در اساس اونه، این افزونه. مثلا html واسه صفحات html، یا مثلا config ها .conf هستن و خب etc. مثلا php و json و js و اینجور شرط و پرتام. اوکی. اگه خواستین این چیزم، حالا این متریال آیکون تیم رو هم میتونید نصبش بکنید. زیاد بد نیستش که اینکه حالا فایل خودتون به صورت یه مقداری بهتر چیز بشن، اینجا شناسایی بشن. اگه دوست داشتین این حالا اجباری نیستش. اوکی. فکر کنم دیگه همه بحثایی که می‌خواستم رو گفتم و کم کم خود کدنویسی شروع بکنیم. خب اولین کاری که می‌کنیم ما دیگه خب شخص سازی هم تموم کردیم، فایلمون هم ساختیم، مکانم که می‌خواستیم، مکان که حالا حرف درستی نیست، ولی خب دایرکتوری هم که می‌خواستیم واسه فایل هامون که اونجا فایلمون رو بریزیم رو هم انتخاب کردیم. اوکی. من اینجا با کنترل بی میتونم با نوار سمت چپ خودم کلاپس و اکسپندش بکنم اگه درست گفته باشم. اینجا من با نوار سمت چپ خودم بازی بکنم و کنترل جی رو اگه بزنم، اگه کنترل جی واسه شما کار نکرد، کنترل بک تیک هم هستش، کلید پایین اسکیپ. خب سمت بالا سمت چپ کیبوردتون روی کنترل بک تیک هم بزنید واسهتون میره میاد. وقتی اینجا رو بزنید بچه‌ها یه صفحه واسهتون باز میشه که به اصطلاح اون ترمینال خودتون هستش. اگه دقت کنین اینجا دقیقاً مثل همونه که من اینجا یه کامند پرامپت یا همون ترمینال واسه خودم باز بکنم و خب اینجا هم میتونم حتی مثلا من میتونم حتی کامند پایتون 3 رو وارد بکنم و اینجا وارد محیط اینترپرتر خودم بشم. حالا درست نیستش، حالا میفهم که چرا اینجا اگزیت. اوکی. حالا میفهم که چرا اینجا کلا چیز گذاشته، اسمش چیه خدای، ترمینال گذاشته. ولی دقت بکنیم من واسه ران کردن فایل هام، حالا اینجا که فعلا کدی ننوشتم، مثلا بیا اینجا یه استرینگ 1 بنویسم. خب مثلا استرینگ 1 مساوی با مثلا my name is اصغر، my age is حالا 20 سالم. اوکی. یعنی که حالا یه استرینگ 1 اینجا تعریف کردم. من اگه همین استرینگ 1 رو میومدم توی اینترپرتر خودم تعریف میکنم، بعدش اینتر میزدم، دقیقا همین رو توی خروجی من نشون میده. من اگه اینجا فایل خودم رو ران بکنم، خب با کلید اینجا میتونید ران بکنید فایلاتون، یا F5 رو بزنید، کنترل F5 رو اگه بزنین چیز میشه، اسمش چیه خدایا، بدون دیباگ کردن. بذار من اینو فعالش بکنم یه دقیقه. آره. خب بدون دیباگ کردن کنترل F5 می فایلتون رو اجرا میکنه. وقتی F5 رو من بزنم، خب ازم میخواد یه پایتون دیباگر استفاده کنم واسه فایل پایتونم، که حالا من اینو بزنم یه مقدار واقعا چون بخواید طول میکشه و خب سنگین‌تر ران میشه. من نیازی به این ندارم الان.
خب این دقیقا میره توی تب دیباگ که دیگه با هم دیگه گفتیم. من فعلا میبندم، فعلا با دیباگ کاری نداریم کلا. اینو اینجا میبندم، من اگه رانش بکنم اگه دقت کنیم میاد چیکار میکنه. کامند پایتون رو اسلش بین پایتون که حالا همون مثل همون هستش، کامند پایتون رو بزنین، کامند پایتون 3 رو وارد میکنه توی سیستم من و ادامهش توی کوتیشن مسیر فایل منه که حالا مدیا ملو درایو زیپ و حالا یه پوش ملو پای و کدز اپ دات پای که نهایت میرسه به فایلی که اینجا من واسش تعریف کردم. میاد میگه این پوشه رو واسه من اجرا کن. حالا اینجا من چون هیچی رو توی خروجی ازش نخواستم، فقط یه استرینگ 1 تعریف کردم، اینجا دیگه هیچی من نشون نمیده. اونایی که حالا با اصغر آشنایی ندارم، من 90% سامپلام نخواستم جلسه قبل بگم، ولی خب 90% سامپلام با اصغر، اون 10% دیگه با اکبر که حالا به اکبر هم میرسیم، ولی خب با اصغر کم کم آشنایی پیدا بکنیم. خب اینجا شروع میکنیم. من استرینگ 1 رو اگه دقت کنید اینجا نوشتم. حالا برای اینکه توی خروجی واسه من نشونش بده، من ازش میخوام که بذار من اینجا یه دقیقه ازش باید از تابعی به اسم پرینت استفاده کنم. من پیارایی که اینجا مینویسم خودش اینجا به صورت اوتو کامپلیشن حالا اون چیزایی که میخوام رو واسه من میاره. شما یا با اینتر یا با تب، ترجیحاً با تب البته بهتون بگم، یا با تب میتونید حالا اینجا انتخابش بکنین. تب میزنم و خودش ادامهش رو واسه من مینویسه و بعدش پرانتز رو میذارم. توابع رو من از همین الان بهتون بگم، توابع و متدها رو ما اگر ازشون خروجی بخوایم خب باید پرانتز باز و بسته رو بعدشون بذاریم. حالا ورودی های توابع رو خب یا متدها، حالا راجع خود متدها هم حرف میزنیم که حالا جلوتر در اصل همون تابع هستن ولی بهشون میگیم متد. ما برای اینکه بخوایم از توابع استفاده، مثلا همون تابع لن که توی جلسه قبلی کار کردیم، خب تابع لن رو من می‌نویسم. اگه ازش خروجی نخوام، یعنی فقط بخوام بهش اشاره بکنم، چون به نقطه‌ای هم میرسیم که ما فقط بخوایم به تابع ها اشاره بکنیم، یعنی ازشون هیچ خروجی نمی‌خوایم. مثلا بهشون میگیم که آقا اگه این اتفاق افتاد برو فلان تابع و با فلان آرگومنت اجراش کن. اوکی، حالا توی جنگو بیشترین بحث هستش و حالا توی پی تی بی هم پایتون تلگرام بات هم از این استفاده می‌کنیم. ولی وقتی بچه از توابعمون خروجی می‌خوایم، یعنی تابع رو اجراش بکنیم، خب پرانتز باز و بسته رو می‌ذاریم. وقتی پرانتز باز و بسته رو می‌ذاریم، داخل پرانتزی که جلوش گذاشتیم ورودی‌هاش یا همون آرگومنت ها رو بهش میدیم. اوکی، مثلا تابع لن اگه دقت کنیم، مثلا من اینجا استرینگ 1 رو اینجا می‌نویسم، خب و حالا این رو مجبورم کپیش یا اون کاتش بکنم بیارمش داخل تابع پرینت بنویسم. تابع پرینت میاد چیکار میکنه؟ چون اینجا کدام حالت اجرایی ندارن، خب واسه اینکه توی خروجیمون بخوایم درس هم خروجی رو ببینیم مجبورن تابع پرینت استفاده بکنیم که حالا اینا چی هست چی میگن، حالا به اونم دقیقاً میرسیم. اوکی، زیاد اینو درگیرش نشیم ولی خب به همش میرسیم. ولی خب خروجیایی که بخوایم و داخل تابع پرینت مینویسیم. الان من یه بار تابع پرینت رو صدا زدم، پرانتز زرد رو دقت کنیم باز و بسته‌اش کردم، وسطش توی ورودیش تابع لن رو بهش پاس دادم که حالا داخلش هم باز استرینگ 1 هستش. تابع لن میومد چیکار می‌کرد؟ میگفتش که این بذار من انتخابش بکنم چند حرفه، 31 حرفه. اوکی، 31 کاراکتر. من اگه این رانش بکنم حالا دیگه ازش انتظار دارم توی خروجی عدد 31 رو من نشون بده. چرا؟ چون تابع پرینت رو گذاشتم که بیاد توی خروجی به من چیزی نشون بده. ما توابع خیلی زیادی با هم دیگه، یعنی قرار با هم دیگه کار بکنیم که حالا داخل این جلسه تایپ و پرینت حالا نمیدونم واقعش هم هستن اینا، ولی هر چی باشه تو همین بالا میذارم باشه. اوکی، من اینجا رو میبندم، اینجا درس کلیش میکنم. خب پس ما توابعی که تا الان کار کردیم، یکی تابع پرینت بود که الان گفتم، تابع لن رو الان با هم دیگه کار میکنیم که حالا باش اینو زیاد باش کار کنیم. تابع لن فعلا بدونید که طول یه چیزو به ما نشون میده که حالا چند اندازه‌ای هستش. واسه استرینگ ها میاد کاراکتر هاشو میشماره، واسه لیست ها و اری ها که جلسه قبلی گفتیم میاد تعداد آیتم هاشون میفرسته که چند تا آیتم داره. حالا به اونم میرسیم. اوکی، خب من اینجا لن رو میارم اینجا مینویسمش و تایپ رو هم که جلسه قبلی کار کردیم هم اینجا می‌نویسم. خب دیگه گفتیم من تایپ استرینگ 1 رو پرینتش رو بگیرم باید str کلاس str رو بهم برگردونم. استرینگ 1 رو اینجا می‌نویسم که ارور نده. حالا اگه من اینجا مثلا تابع لن رو خب میام پرینت رو مثلا اینجا پاکش بکنم، من تابع لن رو بهش ورودی ندم. خب تابع لن رو بهش هیچ ورودی ندم، رانش بکنم فایلمون بهمون چی میگه؟ میگه تابع لن
حداقل باید تکس exactly one argument. خب میگه تو حداقل باید بهش یه دونه آرگومنت رو بدی. خب حالا توی تابل لن گفتش که یه دونه رو باید حتما فقط یه دونه باید بهش بدی. حالا جورتر بهش میرسیم. خب تابل میگه که آقا من حداقل باید یه دونه آرگومنت بگیرم ولی تو هیچی من آرگومنت ندی، پس اینجا من ارور میده. خب پس دقت کنین یه سری توابع واسه ما ورودی ها رو به صورت دیفالت خودشون تعریف کردن که ما مثلا ورودی بهش بدیم یا ندیم فرقی نداره. خب ولی یه سری توابع هستن که ما باید بهشون ورودی بدیم حتما، که حالا توی متدها بیشتر بهشون میرسیم. من تابل رو اینجا استرینگ 1 رو واسش می‌نویسم ولی خودشون پرینتشون نمی‌کنم دیگه، واسه من فرقی نداره که حالا باشن یا نباشن، فقط میذارم که باشن و تابع پرینت رو هم اینجا می‌نویسم استرینگ 1. اوکی. خب من جای استرینگ 1 تعریف کردم، گفتن که مایه نمیز اسقر مایه ایج 20. حالا یه نکته که استرینگ 1 داره، یعنی کلا استرینگ ها دارن توی پایتون، اینه که ما میتونیم با استرینگ ها مثل لیست ها هم برخورد کنیم. ما گفتیم میونیم مثلا اینجا، بذار من اینجا یه لیست تعریف کنم، میگم که لیست 1 خب مساوی مثلا حالا کروشه میذاریم، مثلا میگیم 1 2 و 3. حالا یه کنترل شیفت آی هم میزنم با اتو پف 8. اگه یه افزونش اینجا هستش که کنترل شیفت ایکس، کنترل شیفت ایکس اگه بزنین اتو پپ 8. آره این میتونید دانلودش بکنین که با کنترل شیفت آیتون بیاد چیز بکنم، بیاد یه حالت مثلا من اینجا یه فاصله‌اشو بردارم، خب میاد بگم مثلا فرمت که نه یه مقدار ظاهر کداتون رو بهتر میکنه. مثلا اینجا من اگه اینا رو پاک بکنم، خب یه مقدار بهش عجق و عجق طور بنویسم، یه لاین آخرم پاک بکنم، کنترل شیفت آی رو که بزنم خودش میاد واسه من اینا همش رو مرتب میکنم. خود لاجیک یا منطق فایل رو دست نمیزنم، فقط ظاهرش رو واسه من عوض میکنم. اوکی، یعنی حالت دیباگر نداره، یه وقت اشتباه نکنم. من اینجا لیست 1 دارم، 1 2 3 گفتم دیگه. مثلا اینجا بخوام به آیتم هاش دسترسی پیدا کنم، میومدم لیست 1 مون رو صدا میزدم و توی کراش آیتمی که میخواستم که از 0 شروع میشد، 0 میشد 1 و 1 و 2، که مثلا من اگه آیتم دومش رو بخوام صدا بزنم میاد 3 رو بهم برمیگردونه. این چرا اینقدر بالا؟ خب اوکی. حالا اگه بهتون بگم بچه‌ها ما توی استرینگ ها میتونیم مثل لیست ها باشون برخورد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من اگه لیست رو اینجا سعی می‌کنم بیشتر راجع به استرینگ ها فقط حرف بزنیم، توی جلسه بعدی سعی می‌کنم راجع به لیست ها و اری ها بیشتر حرف بزنیم. خب من اینو کلاپسش میکنم با کنترل جی، میام بالا. اگه من لیست 1 رو اینجا پاکش بکنم میبینید که زیرش زرد رنگ میشه. خب من اگه موسمو هاور بکنم، کرسر هم هاور بکنم روش، میزنه لیست 1 is not defined، که یعنی من از لیست 1 رو اینجا نمیشم. خب مثلا لیست 1 یه تابع یه کلاس مثلا یه متغیر هستش، من نمیدونم لیست 1 رو مثلا تعریف نکنه، که خب راست میگه مثلا لیست 1 رو اینجا پاک کردم واسش، اینو از اینجا پاک میکنم. ما گفتیم دیگه میتونیم با استرینگ ها مثل همون اری ها یا لیست ها هم برخورد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من اینجا استرینگ 1 رو صدا میزنم و توی کروشه مثلا میگم خونه مثلا صفرمش رو بهم برگردن، از مثلا آخر شروع میکنیم و اگه پایتون فایلم رو ران بکنم ام رو بهم برمیگردونه. یعنی چی؟ یعنی در از استرینگ 1 رو شما یه فرض بکنید یه لیست هستش که تمام کاراکتراش هر آیتم اون هستن. خب یعنی مثلا اینجا 1 رو که بزنم، خب دوباره ران بکنم فایلمو وای رو برمیگردونه. و اگه اینجا یه دقیقه واسین، اگه اینجا اینو بکنمش 2 و فایلمو ران بکنم، کاراکتر اسپیس رو واسه من برمیگرده، که اسپیسی که اینجا هستش میشماره از اینجا، میگه خونه صفرم که ام هستش و 1 و 2 که میشه کاراکتر اسپیس اینجا. حالا توی لیست ها و استرینگ ها من اگه بخوام بهش بگم که من از این خونه تا این خونه رو میخوام، یعنی یه حالت مثلا چجوری بهتون بگم وسطش رو بخوام چیکار باید بکنم؟ مثلا من میخوام از نیمیز اسقر فقط داشته باشم، نه قبلش نه بعدش بیاد. اینجا حالا اینجا باید یکم میشمردم حقیقتشو بخوایم، اینجا 14 تا از خونه دوم به علاوه 14. اوکی، یه 2 نقطه میذارم، میشمارم از اینجا چند تا کاراکتر هستش که اون پایین مثلا میزنه اینجا 14 تا کاراکتر هستش. خب 2 رو علاوه 14 میکنم که میشه 16. خب 2 نقطه که وسطش گذاشتم، یعنی حتی یه دونه باید بیشترش بکنم فکر کنم. خب آره فکر کنم اینجا باید 17 نه دیگه 16. اوکی حالا ببینیم چی میشه تاش. 2 نقطه که اینجا گذاشتم، خب اینجا هم که من از اینجا تا این کاراکتر رو میخوام، یه حالت تاتور داره. خب پس من اگه فایلمو ران بکنم، آره من اینو باید 17 میکردم چون خودش 16 دارم، خودم میگم تا این کاراکتر. اوکی
نیمیز اصغر رو واسه من برمیگردونه. یعنی چی؟ یعنی میاد از کاراکتر دوم تا 17 قبل 17، یعنی تا خود 16 رو واسه من پرینتش میکنه، ولی کاراکتر 17 رو دیگه واسه من چاپش نمیکنه. از اینجا میشماریم میگیم خب ام که 0، وای که 1، کاراکتر اسپیس هم که 2. حالا از 2 میرسه، دور میگم این چرا اسپیس افتاد، خود 2 رو واسه اون چاپ میکنه، یعنی حرف اولی که اینجا بزن قبل 2 نقطه رو واسه ما چاپش میکنه. خب کاراکتر اسپیس اینجا چاپ کرد. خب که اگه من نخوام چاپش کنه، مثلا من بزنم از 3 چاپش بکنه، خب میگه این نیمه از اول خط شروع میشه، ولی خب اینجا کاراکتر اسپیس ما داریم. خب میاد حرف اولش رو چاپ میکنه و تا 17، یعنی از اونجا تا خونه 17 که من تعریف کردم، خب که میشه آخر حرف آر اینجا، خب میاد واسه ما چاپش میکنه. پس من اگه توی استرینگ ها، خب توی ارای ها هم دقیقاً یه چیزی مثل همین هستش. خب اگه بخوام از یه خونه تا یه خونه ای رو چاپ بکنم، خب میاد از 2 نقطه وسطش استفاده میکنم و مکان اون خونه ها رو مینویسم. من اینجا کلیر میدم، اینو کلپسش میکنم بره پایین. اوکی. حالا مثلا من بخوام بگم که مثلا از کاراکتر 17 بعد آر بود، میگم که از کاراکتر 17 خب به بعد رو واسه من چاپ کن، یعنی از این کاما به بعد خود کاما رو پرینتش کنه و از کاما به آخر رو واسه من چاپ کنه. من دیگه واسهش یه 2 نقطه میذارم ولی انتها نمیذارم. خب خودش من از کاراکتر 17 به آخر رو، حالا هر چیزی باشه رو واسه من تایپش میکنه، که گفتم کاما رو خودش پرینتش کرد و بعدش مای ایجز 20 رو هم واسه من پرینتش میکنه. حالا اگه من خواهم مثلا من خود کاما و اسپیس نباشه، 17 رو برای 2 تا میکنم، میشه 19 و 19 رو اینجا پرینتش میکنم. من فقط کم مونده اینجا مثلا اشکال ریاضی بدم دیگه، عالی میشه. خب پس ما تا الان چی یاد گرفتیم؟ گفتیم که استرینگ ها مثل خود لیست ها ما میتونیم بهشون خونه بدیم و توی خونه دادنشون میتونیم از 2 نقطه به عنوان تا استفاده کنیم، که مثلا بگیم که از این کاراکتر تا این کاراکتر رو به ما پاس بده. اوکی. خب راجع به خود استرینگ ها یه مبحث دیگه هستش به اسم فرمت کردن استرینگ ها. یعنی چی؟ یعنی من اینجا مثلا اینجا قبل استرینگ 1 می نویسم که خود مثلا میگم مثلا اصغر اندرسکور ایج، خب مساوی با یه عددی بهش میگم، مثلا میگم 26. اوکی. حالا من اگه بخوام از این اصغر ایج توی استرینگ 1 هم استفاده کنم، یعنی مثلا میگه my name is اصغر my age is به جای 20، بیاد بنویسم مثلا اصغر ایج حالا هر مقدار که بودش، حالا من اینجا بهش 26 دادم. خب هر مقداری که اینجا بودش رو بریزه توی این وسط اصغر ایج. حالا فرق نداره من وسطش بخوام اولش بخوام یا مثلا هر جایی که بخوام، چیکار باید بکنم؟ به اصطلاح بهشون میگن فرمت کردن استرینگ ها، که من قبل تعریف کردن استرینگم، خب مثلا من میام اینجا استرینگ 1 رو مینویسم، خب و اینجا یه اف میذارم. اف رو که بذارم دقت کنید به من ارور نمیده، من حرف دیگه بزنم آره ارور رو بهم میده. اف رو که بذارم مخفف فرمت استرینگ هستش که ببینید یه رنگ حالت صورتی بنفش یاسی، حالا نمیدونم چه رنگی هستش به خودش میگیره. حالا میام جلوتر، میام داخل خود استرینگ 1 هم، خب میام روی my ages 20، من دیگه 20 رو اینجا پاک میکنم، 20 رو نیازی ندارم. جایی که من بخوام از اصغر ایج استفاده بکنم، از متغیر اصغر ایج استفاده کنم، آکولات بازو بسته میکنم و اصغر ایج رو اونجا داخلش مینویسم. وقتی اصغر ایج رو داخلش بنویسم، یعنی نکنید کل این استرینگ خب به صورت سفید نوشته شده، ولی وقتی اف گذاشتم اینجا اصغر ایج رو خودش شناسایی کرده که من از اصغر ایج باید بیام داخل این استفاده بکنم. حالا اگه استرینگ 1 رو من اینجا پرینتش بکنم، یه کلیر میزنم، خب اگه دقت کنید نوشتش که my name is اصغر my age is 26. خب 26 که اینجا بود به صورت اینتیجر ذخیره کرده بود، خب اوورد گذاشتش اینجا و در اصل به صورت استرینگ شد، یعنی حالت چجوری بگم دیتا تایپش رو عوض کرد. خب چون بالاخره باید داخل این استرینگ استفاده میکرد. مثلا مگه روی استرینگ 1 خب این به صورت str هستش، این بالای به صورت اینتیجر هستش، اومد از اینجا چون فرمت استرینگ گذاشته بودم میاد اون تبدیل به استرینگش میکنم و داخل استرینگ من استفادهش میکنه. حالا هر جایی که بخوام این اصغر ایج رو دیگه میتونم بنویسم. مثلا اینجا من اینجا یه اکبر اصلا میگم که user1 underscore name، خب میگم که واسه با اکبر، خب دیگه با اکبر هم آشنا شدیم. میگم که حالا user1 رو میخوام به جای
اصغر بنویسم. اصغر رو اینجا پاک میکنم خب و اینجا داخلش یوزر وان نیم رو مینویسم. حالا من اگه اینجا رانش بکنم خب این دفعه شد چی؟ ما نمیز اکبر ما ایجز 26. اکبر رو هم فرق نداره که حالا واسه مثلا چون اینجا به صورت استرینگ گذاشتم دیگه دیتا تایپش رو عوض نکرده. خب ما نمیز اکبر ما ایجز 26. اگه اینجا حتی من لیست تعریف بکنم مثلا 26 رو داخل کروشه بذارم خب این الان دیگه تایپش رو لیست دیگه. آره لیست که حالا داخلش یعنی اینتیجر داره. خب داخل چه کاری نداره وقتی تایپ اینو الان من بخوام بگیرم لیست در میاد. خب و اگر فایلمو ران بکنم همون چیزی هستش با کروشه رو میاد داخل استرینگ میذاره. خب و حتی این مثلا یه راهی هستش واسه تبدیل کردن دیتا تایپ های دیگه به استرینگ. خب یعنی مثلا من اینجا بذار من اک یوزر وان نیم رو اینجا پاکش بکنم که اینجا مرتبش بکنم، اینجا هم که دیلیت میکنم، اینجا هم کلیر میزنم. البته کلیر اینجا بهتر نزنم. اوکی من از قراره اینجا ساختم، یه دونه دیگه اسپیس میدم پایین. خب من یه بیام اینجا بنویسم مثلا تایپ خب اینجا ازم یه آبجکت میخواد، دقیقاً ورودی مثلا گفتم یه آبجکت یه ورودی بهم بده. تایپ خدایا مثلا من اسقره اینجا میگیرم. خب من اگه تایپ اسقره رو اینجا ازش بگیرم کلاس str که نه بخش اینتیجر رو بهم برمیگردونه، کلاس اینتیجر رو برمیگردونه یعنی این عدد هستش. حالا اگه یه بازیگوشی بکنم مثلا اینجا کروشش رو بذارم خب و افش رو بذارم آره افش رو میذارم و کوتیشنش هم میذارم. خب اینو چیکار کردم؟ دقیقاً مثل تعریف کردن استرینگ خودم. خب اومدم اف گذاشتم، بعدش کوتیشن خودم رو گذاشتم. خب و داخلش اسقره رو به صورت آکولاد نوشتم. اوکی و اگه من اینجا رانش بکنم اینجا دیگه کلاس str رو من برمیگردم. چرا؟ چون اسقره رو اومده تبدیل به فرمت استرینگش کرده. خب چون کروشه گذاشتم باید استرینگ باشه داخلش و وقتی اف رو گذاشتم یعنی من میخوام از متغیرهای دیگه هم داخل استرینگ خودم استفاده بکنم. فکر کنم اگه اشتباه نکنم فایل که نه اوتو سیو نه کنترل شیفت پی بود نمیدونم formatted. آره حالا الان پیداش نمیکنم توی جلسه وایس میگم پیداش بکنم که چه جوری مثلا وقتی خودتون میخواین یه استرینگ تعریف بکنید خودش به اف رو خود به خود بذاره. خب الان حضور ذهن ندارم ولی توی ستینگ یادم چه چیزی بود که من خودم مثلا واسه خودم فعالش کردم. حالا این جلسه بعدی بهتون میگم. خب من اینجا تو پرینت استرینگ یک رو هم که دیگه میخوام بگیرم و آره این شو از استرینگ ها. حالا من اگه بخوام مثلا اسقره رو اینجا مثلا به صورت لیستش میذارم دیگه فقط دارم مثال میذارم اینو با هم کار کنیم. اسقره رو مثلا لیستش اینجا میذارم و بخوام اینجا دوباره مثلا پرینت کنم تایپ اسقره رو بخوام پرینتش بکنم کلاس لیست رو بهم برمیگردونه ولی این که نه ببخشید ولی گفتم دیگه مثلا اینجا یه اولش یه فاصله میدم. حالا یکم خودم راحت تر باشم اف رو میذارم و بقیه‌اش رو داخل کوتیشن میذارم. این که هیچی ولی خب اول آخرش اگه بیام آکولاد بذارم میاد اسقره که به صورت لیست هستش رو با خود کروشه هاش داخل استرینگ هم قرار میده و کلاس str رو بهم برمیگردونه. و اگه من بخوام تایپش کنم تایپ رو ازش بگیرم یعنی خودش رو بخوام پرینتش بکنم خب 26 با اینکه که استرینگ هستش رو با خودم همون آکولاد هاش میذاره یعنی به صورت استرینگ هستش چون از فرمت استرینگ استفاده کردم. این هم شد از این و بذار اینجا پاک بکنم. من اینجا استرینگ یک رو اینجا می‌نویسم اینجا یه کلیر میزنم و همینو بس. خب ما هنوز کارم با استرینگ ها کامل تمام نشده. یه مبحث دیگه خیلی ریزم هستش که بهتر بگیم توی این جلسه که بهش میگن استرینگ متد. من اینجا یکم مرتب بکنم. اسقره اینجا رو هم با F2 اینجا اسمالش میکنم اولشو. اوکی استرینگ متد ها که حالا جوابت هم میبینین کامل چی هستن چی کار میکنن. یه بریفی کلی من بخوام بهتون بگم بلاهایی هستن که ما فقط سر دیتا تایپ استرینگ میتونیم بیاریم. یعنی چی؟ یعنی من اینجا میتونم استرینگ وان رو خب هر کاری که دوست دارم باش انجام بدم با استفاده از استرینگ متد ها که جلوتر میبینیم ولی همون بلاها رو من نمیتونم سر اسقره بیارم. چرا؟ چون کامل اصلا نحوه ذخیره سازی اسقره که 26 هستش به صورت اینتیجر هستش با استرینگ یک که به صورت str هستش کامل فرق داره. اوکی خب من برای که به متدهای استرینگ دسترسی پیدا بکنم چیکار میکنم؟ استرینگ یک رو صدا میزنم
و ادامهش یه دونه دات میذارم. دات که بذارم خود اوتو کامپیلیشن وی اس کد تمام استرینگ متد هایی که خودش میشناسه رو برای من میاره. ممکنه از اینا هم بیشتر باشن ولی خب فکر کنم تمامش باشه. اگه دقت کنیم بچه‌ها تعداد اینا خیلی زیادن، یعنی به شدت وحشتناک زیادن، مثلا واسه استرینگ. در نتیجه شما کسی رو کلا پیدا نمی‌کنید که بخواد همه اینها رو یاد بگیره. یه سری از تعداد مثلا بولدشونه که مهمن، اونه که حالا من خودم مورد نیازم شدن و ما با هم کار میکنیم. اگه دوست داشتین توی اینترنت یه سرچ بکنین پایتون استرینگ متدز، کامل واسهتون از صفر تا صد هر چیزی که بخواین واسهتون توضیح میده. پس من گفتم اینجا اول از همه واسه اینکه خروجی رو بریزم توی متغیری x رو اینجا مینویسم، یه متغیر حالا مثلا دوست داشته باشم، خب، و اینجا پرینتش میکنم x رو. خب من اینجا استرینگ یک رو صدا میزنم، یه دونه دات میذارم، به متدهاش دسترسی پیدا میکنم. متد اولی که میخوایم با هم دیگه کار کنیم متد آپر هستش. و حالا توی این ویدیو قبل ترش هم گفتم من اگه از یک تابعی کلا اینا یه جور تابع حالا حساب میشه، جلوتر میفهمیم که داستان چیه. من اگه ازش خروجی بخوام باید آخرش پرانتز خودم رو بذارم. پرانتزم رو که میذارم خودش اینجا نوشته من به خروجی یعنی به تو فلش گذاشته یه استرینگ برمیگردونم که حالا چی هستش چیکار میکنم بهش میرسیم. و داخل آرگومنت داخل پرانتز تو لازم نیست هیچی برای من بذاری، یعنی من هیچ ورودی به تو نمیدم، من فقط دات آپر پرانتز باز و بسته رو فقط صدا میزنم و خروجیش رو دارم میریزم داخل متغیر به اسم x رو اینجا پرینتش میکنم. اوکی، من اینجا خب فایلم بذارم از توی اینجا اجراش بکنم، اینجا کیلش بکنم. اوکی، خب فایلم اجرا میکنم. نکنیم My name is اسقر my age is 26 رو کامل همش رو به صورت آپر کیس نوشته. خب فرق نداشت مثلا نیم که اینجا کامل لور کیس بوده یا مای که اولش آپر بوده بعدش لور بوده، همش رو به صورت آپر کیس نوشته. پس ما تا اینجا یاد گرفتیم استرینگ متد دات آپر خب میاد تمام استرینگ ما رو به صورت آپر مینویسه و خب اعداد اونا که دیگه نمیتونه کاری بکنه رو دیگه کاری بهشون نداره. اوکی، میریم استرینگ متد بعدی. من شیفت و آلت و کنترل و شیفت رو میگیرم، یه دونه با کلید جهت‌نما پایین میزنم، لاین رو کپی میکنم و دقیقاً از همون پایینش میسازه. حالا ممکنه واسه شما یه مقداری فرق کنه چون من اینو تا جایی که یادم دستکاریش کردم توی وی اس کد، شورت کی وی اس کد. یکم با آلت و شیفت و کلید جهت‌نما کلا یکم بازی بکنیم و کنترل البته که حالا ببین کدومش هستش. خب استرینگ متد بعدی دقیقاً یه دونه هستش برعکسش. بذار من یکم اینو عجقش بکنم، مثلا ای اینجا رو بزرگش میکنم، اس اینجا هم بزرگش میکنم، یه لحظه ای اینجا رو بزرگش میکنم، اس اینجا هم بزرگش میکنم، مثلا جی اینجا رو هم بزرگش میکنم. اوکی، خب من فایلمو اجرا میکنم. My name is اسقر my age is 26 رو وقتی دات لور نکنم، من الان x رو دارم خروجی رو دارم میریزم داخل x، هاورم بکنم روش میام بعد یه استرینگ برمیگردونم و داخل ورودی هم هیچی لازم نیست به من بدیم. خب my name is اسقر my age is 26 رو کامل به صورت لور کیس به من نشون داد. خب پس ما تا اینجا فهمیدیم آپر و لور دقیقاً برعکس هم دیگه هستن و آپر میومد همه رو به صورت آپر کیس نشون میده، کپیتالشون میکرد، ولی لور کیس همه استرینگ منو میگرفت و لور کیسش میکرد. بذار من اینجا اینو کلپسش بکنم، یه دونه ازش میسازم میارم پایین و x اینجا رو پاک میکنم. حتی x رو بذارم باشه وقتی تو لاین اولی یه بار نوشتم لاین دومی دوباره x رو دوباره تعریفش میکنم درس اووررایت میشه و انگار x قبلی پاک میشه. خب من اینجا دات لورش هم پاک میکنم. متد بعدی که میخوایم با هم کار کنیم رو مینویسم، متد کپیتالایز هستش. متد کپیتالایز هم مثل متدهای دیگه حالا جزء میفهمم اونایی که ورودی دارن هم چند تا با هم کار میکنیم. این هم هیچ ورودی نمیگیره و خب پرینت میکنم x رو، ببین چی من نشون بده. متد کپیتالایز میاد چیکار میکنه؟ اول استرینگ منو که مای هستش، مثلا اینو باید کوچیکش بکنم، یه بار ایرانش بکنم. اول استرینگ من که مای هستش رو بزرگ میکنه، خب، و ادامش هر چیزی که توی ادامش بیاد رو کوچیک میکنه. دیگه کاری به مثلا بقیه‌اش نداره، همه رو مثلا لور کیس میرسه، فقط اولش رو میاد بزرگش میکنه. دقیقاً مثل همین یه متد دیگه هم داریم به اسم تایتل. خب من تایتل رو وقتی اجرا کنم اینجا کلیر میزنم، تایتل رو وقتی اجرا میکنم میاد اول کلمات رو واسه من کپیتالشون میکنه. یعنی مثلا مایی که اینجا هستش، حالا چون اول استرینگ هم هستش ولی خب اول کلمه هم هستش، اومد اینجا کپیتالش کرد، نیم رو اومد کپیتالش کرد و ادامهش رو دوباره مثلا لور کیس کرد، این اینجا رو خودش لور کیس کرد. ایز اسقر مای ایج 26 رو هم دیگه ادامهش واسه من چاپ کرده. پس یه بار دیگه از اول
آپر همه رو کپیتال میکرد، لور همه لور کیس میکرد، کپیتال از اول استرینگمون رو فقط مایمون رو به صورت آپر کیس مینوشت و تایتل هم جدا کننده های کلمات رو میشناخت و اونها رو میومد کپیتالشون میکرد. خب من اینجا پاک بکنم، می‌نویسم x مساوی با تایتل رو هم پاک میکنم. استرینگ متد بعدی که بچه‌ها باید قرار کار کنیم استرینگ متد استریپ هستش. استریپ، حالا من این الان اینجا مثلا ورودی راجع به ورودیش هم حرف میزنم. من اگه اینجا اینو چاپش بکنم دقیقاً همونو بهم نشون بده. خب ولی استریپ یه کار خیلی قشنگی میکنه، در اصل میاد یکم استرینگ ما رو مرتب میکنه. من اگه بیام اول و آخر استرینگ خودم چند تا اسپیس بذارم که مثلا من نمیدونم مثلا خب ممکنه این استرینگ، ممکنه این متغیر از یه جایی بیاد، من خواهم از یه وبسایتی بردارم که مثلا دارم اطلاعات وبسایت میکشم بیرون و خب نمیدونم که این با مثلا یه سری کاراکترهای اضافه هم میاد یا نه. در اصل متد استریپ میاد کاراکترهای اضافهش رو پاک میکنه و من وقتی این رو پرینتش بکنم میاد از اول و آخر کاراکترهای اسپیس اضافهش رو میشناسه، هر تعدادی که باشن رو اینجا پاک میکنه. حالا من وقتی هاور بکنم روی استریپ، خودش به من گفته من خروجی به تو یه دونه استیار میدم، یه دونه استرینگ به تو خروجی میدم. حالا تو میتونی به من کاراکتر به من بدی، میتونی ندی. این مساوی با نان مساوی با نان که گذاشته در اصل خودش به صورت دیفالت یه دونه یعنی اسپیس رو در نظر گرفته. من اینجا حالا بخوام بهش ورودی بدم چیکار میکنم؟ بذار من اینجا اینو پاک بکنم. خب اینجا خوش نوشته کاراکتر منو مشخص کن، یا میتونی به من بدی وقتی مساوی گذاشته، یا میتونی به من بدی یا میتونی به من ندی، واسه من فرقی نداره. من بهش کاراکتر استار رو میدم و اینجا یکم مرتبش بکنم، اینجا به جای اسپیس ستاره میذارم یا اون کاراکتر استار رو میذارم. خب وقتی من این رو بزن یه در بالاشم پرینت چیزو بگیرم، پرینت استرینگ 1 رو بگیرم. خب وقتی اینجا دارم پرینتش میکنم توی لاین اول که پرینت استرینگ 1 هستش، خب میاد دقیقا همونو واسه من پرینتش میکنه، فرق نداره، استارهاش هم میذاره. ولی توی لاین بعدی من چون کاراکتر استار رو به صورت استرینگ بهش دادم، یعنی نکن توی ورودی من یه ورودی به متد استریپ دادم، خودش شناسایی کرده میگه من الان واسه تو میام کاراکتر استارش و کاراکتر اضافهش رو از اول آخرش میزنم که دیگه مثلا اون استرینگ میخوای خالصانه به تو تحویل داده بشه. حالا مثلا من میتونم روی همین دوباره متد تایتل رو صدا بزنم. خب و در اصل چی میشه؟ یه بار میاد استریپ رو اجرا میکنه، یه بار میاد تایتل رو حالا اجرا میکنه. اوکی مثلا این چیزی بکنیم، رانش بکنیم. خط اول رو که کاری نداریم، ما نمیز اصلا ما ایج 26 رو هم به صورت تایتل اومد حالا اجرا کرد و همینو بس. متد بعدی که باید قرار کار کنیم متد ریپلیس هستش. ما توی متد بالا یاد گرفتیم که حالا میتونیم ما کم کم به متد ها ورودی هم بدیم. متد ریپلیس دقیقاً چه این کارو میکنه؟ اینجا خودش واسه اون توضیح داده ولی بهتر من هاور بکنم که کامل تر ببینیم. میگه متد ریپلیس اول از همه این آخرشو ببینیم، میگه من به تو خروجی استرینگ برمیگردونم. اوکی حالا به متد هایی هم که استرینگ برنمیگرده، یه چیز مثلا بولیان تور به اون برمیگردونم میرسیم. میگه من به تو استرینگ برمیگردونم، دو تا آرگومنت یا دو تا ورودی اولد و نیو هم ازت میخوام. آرگومنت سومت رو تو میتونی به من بدی، میتونی بهم ندی. چرا؟ چون مساوی گذاشته واسش فرقی نداره. اوکی حالا آرگومنت هایی که باید بهش بدیم دقیقاً چیکار میکنه؟ گفتیم دیگه دو تا ورودی اولد و نیو باید بهش بدیم. من اینجا یه بار دیگه پرانتزمو میذارم تا اینجا روشن بشه. میگه ورودی اول تو بهم بده، من میذارم مثلا اصغر. اوکی و واسه اینکه ورودی دوم رو بهش بدم یه دونه کاما میذارم، دقیقاً مثل تعریف کردن لیستا که آیتم به آیتم فرق میذاشتیم. یه دونه کاما میذارم، فاصله میذارم که یکم مرتب تر باشه و اشتباه شد استرینگ بعدی رو میذارم اکبر. حالا من بهش دو تا ورودی دادم، اصغر رو به عنوان ورودی اولد شناسایی کرد، اکبر رو به عنوان ورودی نیو شناسایی کرد. پس همش هم دارم میذارم داخل x. اینجا پایتون فایلم ران بکنم. خب ببین چی کار کرد. خط اول که اومد همون ماینیز اصغر مایج 26 رو واسمون چاپ کرد، کاری نداریم بهش. خط بعدی که اومد x رو واسمون چاپ کردش، اصغر رو من اینجا شناسایی کرد، وقتی اولد رو بهش دادم شناسایی کرد و با آرگومنت دوم که بهش دادم که اکبر هستش واسمون جایگزین کرد. چی شد؟ ماینیز اکبر مای ایج 26. حالا من اینجا مثلا میتونم چند بار ریپلیس بزنم، مثلا دوباره اینو یه ریپلیس جدید میزنم. خب مثلا میگم هر جا تو استرینگ 26 دیدی بیا بکنش مثلا 24. خب اینو به صورت
استرینگ باید بهش بدم. دقت کنیم وقتی استیار گذاشته اول رو به صورت استیارات بهش بدم. من نمیتونم 24 رو اینجا به صورت اینتیجر بشم. اگه اینتیجر بدم به من خطا میده. مثلا بزنین امتحان بکنم چون خودش اینجا نوشته باید دیتا تایپی که من میدی str باشه. خب آره اینجا من گفتش که آرگومنت 2 must be str not integer. خب من این 24 رو اینجا استرینگش میکنم، یه کلیر میزنم. خب اومد چی کار کرد؟ یه بار از اول باندی کار بکنیم. استرینگ یک همون استرینگ اونو میاد واسمون چاپ میکنه، کاری بهش نداریم فعلا. x رو خب یه بار من ریپلیس اصغر و اکبر رو زد. خب اصغرها رو به جاشون اکبر نوشت و خب 26 که اینجا من واسش تعریف کرده بودم اصغرش مساوی 26. قبل اینکه اصلا به این خط برسه 26 رو اومده بود اینجا داخل استرینگ گذاشته بود. یعنی 26 هم وقتی میاد از فرمت استرینگ استفاده میشه به صورت یه استرینگ داخل همین ذخیره سازی میشه. پس اومد 26 که اینجا بهش دادم رو جایگزین 24 که اینجا بهش دادم رو جایگزین 26ش کرد و خب my age is 24 شد اینجا. اوکی من اینجا یه کلیر میزنم و میرم متد بعدی یکم اینجا مرتب بکنم بد نیست حالاتم. یه دونه ازش میسازم و میسازم x اینو کلپسش میکنم. اوکی متد بعدی که میخوام با هم کار کنیم متد فایند هستش. فایند رو من هاور میکنم روش ببینم خب داستانش چیه چه خبره. متد فایند اول از همه میگه من خروجی به تو اینتیجر میدم. خب من خروجی به تو یه عدد میدم، قرار نیست یه استرینگ به تو بدم، حالا معلوم نیست چی بهمون میده ولی کلا من به تو یه اینتیجر خروجی میدم. از 3 تا آرگومنتی که بعد به من بدی 2 تاش نان مساوی گذاشته، واسم فرق نداره اون 2 تا بدی. اولی که مساوی نذاشتن من باید بهش یه دونه ورودی رو بدم. خب پس اینجا میام فایند رو مینویسم، میگم مثلا پیدا کن مثلا کلمه age رو با جی بزرگ، واسش باید جی بزرگ بزنم چون به کپیتال و لور کیس هم حساسه. خب حالا اونم میرسیم که چیکار میتونیم بکنیم. این رو رانش میکنم و پرینتش میکنم x رو عدد 22 رو به من برگردون. یعنی چی؟ یعنی بهش گفتم آقا کلمه age که ورودی اینجا بهت دادم توی استرینگ 1 وجود داره یا نه؟ میگه بله وجود داره. اگر وجود داره توی چه خونه واسه من هستش؟ گفته خونه 22. پس من اگه بیام اینجا پرینت بکنم استرینگ 1 رو حتی بذارم بالاش بنویسم. خب اینو ببرم بالا. توی استرینگ 1 پرینت میکنم خونه 21 همش رو تا 3 تا خونه بعدش که میشه 24 اینجا پرینت کنم واسه من اگه 21 تا 24 رو حتی اشتباه کردم 22 بود، من نمیدونم چرا فکر کنم 21 یعنی میشه 25 اگه اونجوری باشم. آره خب اینجا کلیر میزنم. خب اگه دقت کنیم به چیکار کرد x واسه من گفتش کلمه age توی استرینگ 1 وجود داره. خب از خونه 22 هم شروع میشه. حالا من اومدم چیکار کردم؟ من می‌دونستم age 3 تا حرف دیگه، از 22 تا 25 رو واسه خودم گرفتم چاپ کردم. یعنی من بخوام کلمه ازش بکشم بیرون، مثلا اینجا بخوام من بدم مثلا اسم اون وسط چیه، میگم اگه توت اصغر وجود داشت، توت که کلمه قشنگی نه ولی ببخشید، میگم اگه اینجا کلمه اصغر وجود داشت خب واسه من چاپش بکن. اینجا پاک میکنم. آره خب میگه از خونه 11 شروع میشه. حالا من میدونم اصغر اینجا 6 تا حرف دیگه، پس من میتونم توی لاین بعدش پرینت بکنم. خب لاین بعدش برنامه متوقف شد ولی خب کلا نامت میگم استرینگ 1 رو خونه 11 همش تا 6 تا بعدش که میشه 17. خب من اگه اینجا رانش بکنم کلمه اصغر رو من برمیگردونه. حالا واسه اینکه میتونم اینجا بازیگوشی هم بکنم، خب اینجا یه مقدار عجق وجق نوشتم، مثلا یه سری جا خب بزرگ کوچیک حرفا رو رعایت نکردم. من قبل فایند من میتونم یه دونه لور بزنم، دات لور رو اینجا میزنم. خب و یه دونه دات اینجا میزنم، دات فایند اونم میزنم. اصغر رو هم دیگه اینجا مثلا من کوچیک بهش میدم. حالا چی شد؟ استرینگ 1 رو میاد اول یه بار لورش میکنه، خب که اینجا من کار کردم همش رو لور میکنه و خروجی اون رو دوباره میده به متد فایند، خب که واسه من بیاد پیداش بکنه و دوباره همون حالت قبلی واسه من مینویسه. اوکی اینجوری من میتونم دیگه اون حالت کپیتال خودم که من مثلا اینجا اگه این A رو دوباره مثلا بزرگن دیگه این دفعه -1 برمیگرده که آقا من اصغر رو اینجا اصلا ندارم. خب با A بزرگ، چرا؟ چون اینجا متد لور رو روش صدا زدم.
پس اگه حالا استرینگ داشتین می‌خواستین کلمه ای رو توش پیدا بکنین، یه بار متد لور یا آپر روش صدا بزنین، ترجیحاً لور رو روش صدا بزنین، بعد دنبال کلماتون بگردین که حالا وجود داره یا وجود نداره. پس این از این. من اینو اینجا پاک میکنم و ایکسش هم اینجا میبندم. فایند رو هم بذار لور رو از اینجا پاک بکنم که فایند بمونه. خب دات فایند. آره، راجع به فایند ما میتونیم یه حرکت دیگه هم بزنیم، خب که بهش میگن در اصل استفاده کردن دستورات شرطی. اونو بهش میرسیم توی دستورات شرطی که حالا ایف و ایف الس و الس کلن. خب ولی کلا واسه فایند کردن میتونیم از این هم استفاده کنیم. میگم که یه استرینگ تعریف میکنم، بذار اینجا توی پرینت مینویسم. خب توی پرینت خودم بذار اینجا یه ایکس رو مساوی میذارم. خب میگم که اینجا می‌نویسم مثلا نیم با ای بزرگ. خب این استرینگ 1. خب و خروجی این رو می‌ریزم داخل x اینجا قاعدتاً باید به حالت یه بولیان به من برگردونه. خب به من آره خودش اینجا شناسایی کردش که حالا اینو مثلا پرینتش بکنم بهتره. خب که اینجا حالت ترو رو به من برگردون. یه مقداری کوچیکش کنم بهتره، ولش کنم. اوکی، این درس ما چیکار کرد؟ خب حالا اینو الان نباید میگفتم، ولی خب این فایند رو گفتم، بهتره گفتم اینم بگم. خب میگم که آیا کلمه نیم توی استرینگ 1 وجود داره یا نه، که من ترو رو برگردون. یعنی بله وجود داره، که من بعدنها میتونم از این ترو استفاده کنم. میگم اوکی اگه وجود داشت تو بیا مثلا فلان کار رو انجام بده. حالا الان بهش نمیرسیم چون یکم این جلسه دیگه خیلی داره طولانی میشه. اینجا من کلیر میزنم، اینم پاک میکنم. حالا اگه خواستین یاد بگیرین، اگه نخواستین یاد نگیرین اوکی، توی جلسات بعدی کامل بهش میرسیم. کارم با استرینگ متد ها تقریبا تمامه. همین چند تای اصلی رو فعلا یاد بگیریم کافیه. در طول دوره خب ممکنه به حالا چیزای دیگه هم نیاز داشته باشیم. خب 100% نیاز داریم. حتی یه متد دیگه هم هستش، بذار من همین الان خوب شو یادم اومد اتفاقا. استرینگ 1 رو صدا میزنم، استرینگ 1 رو صدا میزنم، دات رو میذارم و متد اسپلیت، حالا نمیخواستم اینو بگم یعنی دقیقاً بخوام یادم رفت اینو. متد اسپلیت رو من صدا میزنم. متد اسپلیت چیکار میکنه؟ اسپلیت خودش گفته من به تو خروجی لیست میدم. خب اوکی، من به تو خروجی اول اصلا لیست میدم. حالا تو میتونی به من آرگومنت بدی، میتونی به من آرگومنت ندی. خب من آرگومنت بهش نمیدم و ایکس رو اینجا توش میریزم، اینو داخل ایکس میریزم و وقتی اسپلیت رو صدا میزنم میاد تمام کلمات رو، یعنی فاصله رو در اصل اسپیس رو به عنوان جدا کننده میشناسه و کلمات رو داخل لیست قرار میده. یعنی من اینجا میتونم برسم آقا پرینت کن x1 رو، مثلا x رو اینجا من نمیدونم چرا جدیدن این چیه یاد گرفتن که واسه پرینت که روشن میذارم، x رو میذارم و بعدش میگم آیتم صفرمش رو مثلا واسه من چاپ کن. خب کلمه صفرمش که مای هستش رو، یعنی خونه صفرم، اینو میاد واسه من چاپ میکنم. میگم کلمه بعدیش چیه، مثلا 1 میذارم اینجا، میگه نیم. کلمه بعدیش چیه، اینجا تغییرش ندادم که کلمه بعدیش رو بگم. کلمه بعدیش چیه، میگه ایز. پس من وقتی اسپلیت رو بدون آرگومنت صدا بزنم، خب میاد تمام جدا کننده ها رو، تمام اسپیس ها رو در اصل خب به عنوان یه جدا کننده میشناسه و یه کاما میذاره، همش رو داخل یه لیست قرار میده. حالا اگه دقت کنین کامای اینجا رو اصغر کاما، خب چه اسمی انتخاب کردم انصافا، اصغر کاما رو اینجا خودش داخل لیست قرار داده. یعنی من اگه بیام آیتم 0 1 2 3 رو صدا بزنم، خب کاما هم واسه من اینجا میاد، کاما به صورت استرینگ اینجا داخل خود آیتم ذخیره سازی شده. اوکی، پس اینا حواسمون باشه که فقط یه دونه اسپیس رو به عنوان جدا کننده میشناسه. حالا من اینجا کلیر میزنم، لاین آخر اینجا هم پاک میکنم، اشتباه شد. خب لاین آخر اینجا رو هم پاک میکنم. توی اسپلیت من بهش اینجا میخوام این دفعه آرگومنت بدم. آرگومنت کاما رو بهش میدم. خب میگم کامایی که اینجا هستش رو بهش آرگومنت میدم. وقتی ران بکنم فایلمو، میاد چیکار میکنه؟ به جای اینکه این دفعه از اسپیس، کاراکتر اسپیس که بین کلمات هستش به عنوان جدا کننده استفاده کنه، کاراکتر کاما رو به عنوان جدا کننده استفاده میکنه. کاما رو در اصل دیگه حذفش میکنه و بینشون همه اینو داخل لیست قرار میده. خب من جمله اولم که مای نیمز اصغر توی یه آیتم قرار میگیره و ادامش هرزی هستش توی آیتم دیگه. مثلا من اینجا یه کاما بذارم و خب چند تا اسپیس اینجا بذارم، خب قاعدتا باید الان 3 تا آیتم به من برگردونه. خب آره، که اینجا مثلا یه آیتم کاراکتر پر از اسپیس هم به من برگردون. پس من میتونم اینجا مثلا جمله اولم این دفعه چاپ کنم. مثلا میگم جمله اول من که خونه صفرم هستش رو من چاپ کن. خب میشه مای نمیز اصغر. خب حالا جمله بعدیم چیه؟ میگه my age is 26.
پس متد اسپلیت ما میتونیم بهش آرگومنت بدیم، میتونیم بهش آرگومنت ندیم. خب اگر هم آرگومنت دادین از اون به عنوان اجرا کننده استفاده میکنم دیگه. فکر کنم دیگه کارم با استرینگ متد تموم شد. حالا اگه چیزی یادم اومد در طول دوره با هم دیگه کار میکنیم. کارم فعلا با استرینگ ها تموم شد دیگه. خب اینکه حالا چجوری از متغیرها هم استفاده کنیم گفتیم، اینکه راجع تابع لن حرف زدیم، تایپ رو که از همون جلسه اول میدونستیم. آپر لور کپیتالایز هم یه بار دیگه از اول ریویو بکنیم بهتره. آپر شد همش میاد به صورت آپر کیس مینویسه، لور کیسش میکنه متد لور. کپیتالایز میومد اگه اشتباه نکنم اول استرینگمون رو به صورت کپیتال می‌نوشت، ادامهش رو لور می‌کرد. تایتل میومد اول کلمات رو آپر می‌کرد، بقیه‌اش رو لور می‌کرد. استریپ میومد از اول آخرش حالا کاراکتری که بهش میدادیم رو میزد، کاراکتر نمیدونیم کاراکتر اسپیسش رو میزد. مثلا اینجا الان استریپ رو صدا بزنم این اسپیس آخرش رو کلا پاک میکنه. و راجع به ریپلیس رو هم حرف زدیم که دو تا آرگومنت اولد و نیو میگیره و اسقر رو دادیم به جاش اکبر نوشتیم. فایند هم بهمون میگه حالا اگه یه آرگومنت بهش میدیم که میگیم اسقر وجود داره یا نه، اگه وجود نداشت -1 برمیگردونه، اگه وجود داشت خونه‌ای که شروع میشه باهاش رو بهمون برمیگردونه. و کاراکتر اسپریت هم که میتونیم بهش آرگومنت بدیم یا ندیم فرقی واسمون نداره. اگه آرگومنت ندیم بهمون یه لیست برمیگردونه از کلماتی که یعنی اینجوری بگم یه لیست بهمون برمیگردونه که حالا بر اساس اون کاراکتری که دادیم میاد جداشون میکنه و آیتم بندی میکنه. اوکی، حالا من اینجا چیکار میکنم؟ دیگه کارم تقریبا با استرینگ ها تموم شده و میخوام یه مقداری به اینتیجر ها هم برسیم. ما اینجا اسقره رو داریم که به صورت 26 ذخیره سازی شده. خب من اسقره اینجا صدا میزنم. من دقیقاً همونطور که میتونستم با استرینگ متد ها بازی بکنم میتونم با اینتیجر متد ها هم بازی بکنم. ولی اینتیجر متد ها اگه دقت کنید مثل استرینگ ها قاعدتا اونقدر زیاد نیستن. خب من استرینگ ها خب میتونم کلی کار باشه انجام بدم، اینتیجر ها نهایتا بخوام عملیات های ریاضی رو انجام بدم. وقتی دات رو میذارم، حالا اینا که با آندرسکور باز بسته میشن اینا کاری نداریم بهشون، میرسیم که اونا چی هستن توی بخش او پی. ولی کلا دقت کنین اینا فقط متدهایی هستن که حالا این وسطی آرمش فرق داره، نه متدهایی هستن که ما فقط میتونیم روی اینتیجرها انجام بدیم. خب ولی خب یه سری متدها هستن که من بخوام انجام بدم، مثلا قطع کردن. من میخوام همه چی بخشید مثلا فکر کنم قطع کردن گیر کردن، حالا به اونها میرسیم. خب مثلا یه سری متد هستن که ما میخوام مثلا اسقره رو به صورت 2.6 بهش میدم، اینجا 26 رو واسه یه دات میذارم که اینجا فلوت بشه واسه من. خب اگه هاور بکنم روش اینجا دیگه شد فلوت، اگه اینو پاکش بکنم اینجا میشه اینتیجر. خب اینو یه دو دات میذارم وسطش اسقره رو. حالا دقت کنم من اینجا دوباره دات بزنم اینجا دیگه نمیاد اینتیجر متد ها رو به من نشون بده. خب اینجا فلوت متد ها رو به من نشون میده. خب متدهایی که فقط مخصوص فلوت ها هستن، مثلا from hex و hex اینا نبودن توی اینتیجر ها. دقت کنیم مثلا ایز اینتیجر که نوشته بود، خب من اینجا نشه بولیان برمیگردونه. خب متدش حالا چیز خاصی هم نداره، خب بهتره بهتون بگم دیگه، همین الان بحثش شد. آره کلیر میزنم خب که اینجا مثلا فالس هم برگردم، میگم آقا این مثلا یه اینتیجر هستش یا نه، میگه نه نیستش. خب یه بولیان بهم برمیگردونه که حالا این هم جالب بود واسه من. خودم اولین بار حقیقتا داشتم باشه ازش استفاده می‌کردم. من اگه بخوام از عملیات‌های پیشرفته مثل قطع کردن یا گرد کردن توی فایل پایتون هم بخوام استفاده بکنم، خب مجبورم بیام از ماژول‌های دیگه هم استفاده کنم. ماژول‌های دیگه یعنی چی؟ کسی که بخواد مثلا بخش آیتی و سوکت پروگرامینگ کلا کار کنه توی پایتون، میره ماژول‌های مخصوص خودش رو یاد میگیره. مثلا ماژول‌های به اسم مثلا سوکت، اسکرپی اگه اشتباه نکنم مثلا اسکریپت نویسی، حالا چی بود این یادم رفته. کسی بخواد مثلا وب اسکرپینگ کار کنه میره سمت مثلا ماژول سلنیوم بعد یاد بگیره که مثلا میاد روی براوزر خودش سوار میشه، یه ربات براوزر میرسه، مثلا همه اون کپچایی که مثلا میگه آقا این تصویر داخلش چی نوشته شده، واسه اینکه در اصل جلوی چین رباتایی بخواد بگیره. خب یه ماژول مثلا اینجا هست به اسم سلنیوم که من اینجا نمیتونم ایمپورتش کنم چون نصبش نکردم. ولی کلا مثلا من ملو بخوام از پایتون توی بخش بک‌اند وب با استفاده فلاسک بخوام استفاده بکنم، خب مجبورم برم فریم ورک فلاسک رو یاد بگیرم. داخل فایل خودم من مجبورم فلاسک رو ایمپورت بکنم. دقیقاً هم اینجا چه این چیزیه. من اگه بخوام مثلا با از مثلا چی براتون مثال زدم یادم رفت حقیقتش بخوام مثلا سوکت که واسه آیتی هستش که میشه سوکت پروگرامینگ که حالا یه سرور سوکت میسازه، اونور حالا گوش میده، اینور میتونیم بهش سیگنال بفرستین، سیگنال نه پیام بفرستین. خب
حالا کارش خیلی زیاده اینا خب، ولی کلا حالا شاید آخر به سوکت هم نیم نگاهی اشاره کردیم. خب من باید کار رو ماژول سوکت رو یاد بگیرم. اول فایل خودم میام ماژول سوکت رو ایمپورت میکنم. خب یعنی چی؟ یعنی من میخوام از این ماژول سوکت استفاده بکنم و فانکشنایی که پایینش هم نوشته رو حالا داره دیگه، مثلا چه فانکشنی داره، چیکار میکنه، مثلا گت هاست نیم و از این جور چرت و پرتا. از چرت و پرت که نیستم واقعا، بخوام یه مقدار سختم هستش. پس من اگه بخوام از پایتونم توی هر جایی بخوام استفاده کنم، حتی مثلا حالا آخر این دوره اگه انشالله اگه رسیدیم PTP یا هم پایتون تلگرام بات رو خواستیم یاد بگیریم، همون اول فایل رو من میام ماژول PTP رو ایمپورت میکنم. که یعنی چی؟ یعنی من میخوام از این فایل پایتونم توی ربات تلگرامی استفاده بکنم. و الانم دیگه ادامه ندم، من اینجا میام ماژولی به اسم مت رو صدا میزنم دیگه. تا الان یاد گرفتیم ماژول ها چی هستن، چیکار میکنن. ماژول مت خودش نوشته یه سری توابع ریاضی رو که بر اساس استاندارد C هستن رو واسه ما میتونیم توی از مت استفاده بکنیم. خب من مثلا ایمپورت مت و اسقره رو بخوام ازش استفاده بکنم، خب برای اینکه بخوام به توابع مت دسترسی پیدا کنم، مت رو صدا میزنم. وقتی دات میزنم یعنی میخوام به اجزای داخل اون دسترسی پیدا کنم. و اگه دقت کنین یه دونه اینجا هستش به اسم CL. خب حالا CL یا سیل، فکر کنم CL باشه درستش. اینجا من پرانتزش رو میذارم، یعنی من از تو انتظار یه خروجی دارم. خب و خودش بهم گفته اگه اینجا بیارم روش یکم اینایی پیدا واسه من میتونم بزرگش کنم یا نه؟ عزیزم نکن. خب آره یکم اینو بزرگش میکنم، تو فرقی هم نداشت. ما راست کلم کردم. خب متا CL. خب اینجا گفتیم که یه خروجی به اون یه اینتیجر برمیگردونه. خب و ورودی به اون یه حالا ورودی من باید بهش بدم دیگه. حالا اینجا زیاد نمیتونم بخونم من واقعا، چون بخواین خب فکر می‌کنم یه مقدار توضیحش بهتر باشه که ظاهرا نیستش. خب اینجا یه آرگومنت به اسم x ما باید بهش بدیم. خب آرگومنت اینجا من بهش اسقره رو بهش میدم، ببین چیکار میکنم. خب و میریزمش داخل x. پس شد چیکار میکنم؟ یه بار دیگه از اول بگم. مت رو صدا میزنم اینجا، اول مت رو ایمپورت کنم. مگه مت رو ایمپورت نکنم اینو نمیشناسش، میگه اصلا مت واسه من خب is not defined. خب این مت مثلا واسه من زدی متغیر وریبل یا مثلا ماژول، خب من نمیشناسم مت رو. پس من اینجا میرسم ایمپورت مت. خب و حالا مثد CL رو اینجا صدا میزنم، اسقره رو اینجا بهش پاس میدم. خب یعنی توی ورودی CL من اسقره که 2.6 هستش رو اینجا بهش پاس میدم و میریزمش داخل x هم اینجا آخرش پرینت میکنم. اینجا کلیر میزنم و پایتون فایل هم ران میکنم. خب اینجا 3 رو با من برگردون. یعنی چی؟ 2.6 که به صورت فلوت بودش رو خب اومد خروجی من یه اینتیجر برگردون به 3 گردش کرد. خب حالا من مثلا سوال شد به بالا یعنی گردش کرد، من مثلا سوال این قطع می‌کنم یا گرد می‌کنم، خب چون یادم اتفاقا حالا من می‌خوام 2.2 خب 2.2 میکنم. بازم اگه رانش بکنم خب بازم همون 3 رو با من برمیگردونه. حالا اگه 2.0 بخوام برگردونم چی؟ فکر کنم دیگه باید همون 2 رو با من برگردونه. آره خب پس مثلا متدی تابعی به اسم CL که از ماژول مت می اومد، خب ورودیش بهش اسقره جدا هم که همون یه فلوت هستش، یه فلوت بهش میدم، خروجی به من یه اینتیجر برمیگردونه که به بالا قطعش به بالا داره گردش میکنه. اینجوری بهتر بگم. آره خب حالا اگه مثلا سوال مثلا من بخوام اینو اگه مثلا نزدیک پایین‌تر بود به پایین گردش کنه، اگه مثلا نزدیک بالاتر بود مثلا به بالاتر گردش کنه چیه؟ مثلا اینجا من 2 و مثلا 7 بنویسم 3 برگردونه، 2.1 بنویسم 2 به من برگردونه. اینجا از تابعی باید به اسم راوند استفاده بکنیم. خب اینو حالا اینو دیگه مثلا کم کم طول مسیر خودتون کم کم یاد میگیرین. خب اینجا تابع راوند اینجا مینویسم و اسقره اینو بهش پاس میدم که اینجا بهم چیز نکنم، بگو ارور بهم نده. اینجا مثلا x مساوی با راوند. اگه دقت کنم من دیگه اینجا با مت که دیگه کاری ندارم، خوش نوشته مت is not access تو جای هنوز از مت استفاده نکرده. خب من میتونم اینجا دیگه شیفت دیلیت رو بزنم، اشتباه شد، شیفت رو بگیرم اون کاراکتر دیلیت که بالای بک اسپیس هستش رو بزنم، درس لاینش رو میاد کپی میکنه، ولی خب دیگه کلا لاینش پاک میشه که من دوباره کنترل وی بزنم دوباره همونو پیستش میکنه. اوکی اسقره رو اینجا به تابعی به اسم راوند میدم. خب تابع به صورت پیش‌فرض توی خود پایتون دیگه مثلا نصب هستش، لازم نیست چیزی رو ایمپورتش کنم واسه استفاده از اون. خب توی تابع راوند
اسقر رو بهش پاس میدم. اینجا نوشتم که حالا بمونه توی هیستوری که اون بالای خط بمونه. اسقر رو بهش پاس میدم و اگه هاور بکنم روش میگه من به تو یه دونه حالا این ادسان راوند حالا به تو میگم که چی هستش. خب اینجا معلوم نیست به من چی برمیگردونه. خب خروجی معلوم نیست به من چه دیتا تایپی برمیگردونه، بر اساس دیتا تایپی که من بهش میدم به من برمیگردونه. آرگومنت اول تو باید به من یه نامبر بدی، یه ورودی نامبر باید بهم بدی. حالا اندیجیتس میتونی به من بدی، میتونی به من ندی، این دیگه واسه من آرگومنت دوم فرق نداره. پس شد من الان به عنوان آرگومنت اولش خب که فلوت مثلا اسقریج هستش رو با عنوان آرگومنت اولش بهش میدم. خب من وقتی اینو میذارم و خب اسقریج بنویسم میگه تو داری الان آرگومنت اولت رو بهم میدی. اسقریج رو واسش صدا میزنم و میذارمش داخل x و رانش میکنم، عدد 2 رو بهم برمیگردونه. حالا من اگه بخوام اینو مثلا 2 و 6 دهم بذارم، یعنی از نصف بیشترش بکنم، اینجا دیگه باید به من 3 رو برگردونه. پس شد این از گرد کردن. خب و حالا آرگومنت دومش چیه؟ من اگه آرگومنت دوم مثلا بهش یه عدد بدم اندیجیتسو واسین اندیجیتسو، خب من بهش عدد مثلا 3 رقم اعشار بهش میدم و اینجا یه چند تا عدد رندوم مثلا اینجا پرینت کردم یه چند تا عدد رندوم اینجا واسش تایپ میکنم. خب این کلیر میزنم و رانش میکنم. این میاد چیکار میکنه؟ 2 و 66 حالا 665 هزارم رو خب واسه من میاد تا 3 رقم اعشاری که خودم واسش نوشتم رو واسه من چاپ میکنه. حالا مگه این 3 رو مثلا بکنم 2 میاد تا 2 رقم اعشار، حالا این دفعه گردش کرد این شد 7. خب 267 واسه من اینجا پرینتش کرد. من یه دونه رقم اعشار بخوام، اینجا اشتباه شد، اینو یکش میکنم. من یه دونه رقم اعشار بخوام 2 هفتم رو دیگه بهم برمیگردونه. چرا؟ چون این 6 خب قاعدتا رقم بعدش به بالا نزدیک‌تره، پس اینو کردش 7. پس این از این از رو تابع راوند. و فکر کنم حالا تو این جلسه با متدهای استرینگ که دیگه اونایی که حالا جامع بودن رو من آخر سر این کلمه بعد خواهم برم داستان شدیم، اونایی که دیگه بولد بودن رو کار کردیم. راجع به اینتریور هم یه نیم نگاه خیلی کوچیک یاد گرفتیم. ولی خب موضوع اصلی که با هم یاد گرفتیم اینه که ما از این بعد بخوایم مثلا توی حوزه‌ای که دوست داریم بریم داخل پایتون، باید بریم کار و ماژول های اون رو یاد بگیریم که حالا جدا میفهمیم. کسی که مثلا از پایتون توی بخش مثلا AI و ماشین لرنینگ داره استفاده میکنه نمیتونه بیاد کد مثلا بک اند وبسایت بزنه اگه که بلد باشه. خب ولی کلا کسی که داره ماشین لرنینگ کار میکنه کارش وقتی بک اند وبسایت نیست، اینجوریه من بگم پایتون کارم، من همه کارم نه، کار و ماژول های اون رو من باید بلد باشم. من وقتی اینجا میرسم آقا ایمپورت فلان چیز، خب من باید کار با اون ماژول رو دیگه بلد باشم که حالا جلوتر با این ایمپورت خیلی کارها داریم ما. ولی کلا امیدوارم لذت برده باشین دیگه. ببخشید اگه کم بود داشتش، حقیقتا ببخشید دیر شد، یه مقدار درگیر بودم سمت شخصی خودم. ولی آره مشکلی بود، در خدمتتون هستم. داخل بات پیام رسان میتونیم پیام بدیم و همینو بس. خدا نگهدار.